سلام علیکم برادران، خواهران، همان نفرایی که طول این لحظه ها ما را تماشا میکنن. راستی گپ من نمیخواستم همه ویدیو را ضبط کنم و همه ویدیو را پیشکش شما کنم. مقصد من مجبور شدم همه کار کنم، همه ویدیو را ضبط کنم. مقصد شما بداریم بینید در سایت ما همه ویدیویی که ما پرداختگیم یگان تشنه مثال ما نیستیم، ثبت کردگی نیستیم، خدمت نشان دادگی نیستیم. نه که امروز یک گفتگی با پرابلم هست که ما میخوام پسامی همه غریبا برسانم. همین چیزی که از جمله خدمات در غریبی هستیم، این چیز بسیار برای غریبا ضروره. خب چی گفتنیم برادرها؟ اما اون نفرهایی که میخوان امروزا مقصد در این وضعیت در این وبای عصر، یعنی گفتی گپا با همین کسل که آمدگی میخوان یک دیگر ما دستگیری کنیم، خیر کنیم یا چی کنیم. بعد بسیاری ویدیو همه طول 3 روز اخیر است که ما در یوتیوب تماشا میکنم. در همین لنته فقط همه ویدیو برآمدگی غریبا را دستگیری میکنیم، پامش میگرند، دیگر کارتای خودشون هم میمونن. مقصد برادرها خوب فکر کنین، خشرو نگاه کنین که شما در کی خیر کستین و خیر شما کجا رفتید. مقصد ما نمیگیم نیست، هستن بلاگرایی که نسام دلی دستگیری میکنن بگذارانین سنوایده یا مثال هسته. مثال عادی که عزتی امان هسته، مثال میتونین کارتای و یا در پارتین و یا دستگیری میکنن. در حقیقت گیره مثال همه ما شما میدن. نکی بسیارتر هست وجه ویدیوهایی که مثال و یا نه بلاگر نه ایچی پروست هم خیلی تلفون گرفتگی ضبط کردگی یا پروست هم خیلی ویدیو کردگی که خودشون رو میشون نمیدن، همونجا کارتر هم میمونن. مقصد فلانی کارتای فلانی غریبا را دستگیری میکنیم. مقصد ایما غریبا سوم میخوان. گفتی گپا تا در غریبی نمیفهمن که حال غریبا چه و غریبا و سومی که به دست میارن با چه قدر عذاب و مشقت به دست میارن. به همین خاطر برادرها ما نمیخوایم مقصد سوم شما ناجور سر شود که زیرش در تا آخر ما کارانتین گفتگانی را همه شما میدونیم که روز تا روز صفی همین بیمارا زیاد شده کم نه و ایره خدا میدونه که ولی همین آخر ما بود میشوه کارانتین یا دوام یاوه. و از همین سبب از همه شما برادرای غریب خواهش میکنم که سومای خانه بیهوده صرف نکنین و گفتی گپا خیر کردنین بینین درست کی در باید روان کنین خیر خانه. مقصد و در آخر چی گفتنیم؟ در آخر گفتنیم که از درگاه الله پاک به همه گفتی گپا غریبا به همه مردم مسلمان خواهانیم که زودتر تیزتر این وبای عصر از بین بره و از گفتی گپا صفی همین بیماری را در تمام روی عالم کم گردانه و باقی در پناه خدا باشین. خدا نگهبانتان برادرها. و از شما خواهش میکنم که همین ویدیو را با واسطه لایک و دیلیت میکنین، اگه هم گفتی گپا بکنین که برادرها تا دیگه برادرها هم ببینن با خبرشان همین چیز. مقصد سومشان در راه خطا نروه. واقعی در پناه الله باشین. خدا نگهبانتان.